بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان و دوستان، مخلصان و ذاکرین، خواستم درباره ذکر اسم الله باز هم یک درس داشته باشم، اما من تأسف میکنم از عزیزایی که در برابر ذکر و یاد نام الله هم اینا انتقاد میکنن. عزیزان گرامی، اسم الله، اسم جلاله پروردگار، حتی ذکر کردنش، یاد کردنش، ورد کردنش از 60 قول بالاتر آمده که اسم جلاله الله الله گفتن که اسم اعظم در وجود داره، اسم اعظم وجود داره. این را باید ذکر بکنیم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و حضرات صوفیه کرام اهل عرفان و باطن کلا تایید کرده که راجح ترین قول همین است که باید الله الله اسم اعظم برش وجود داره و ذکرش کرده شود. یک مسئله. و این را علامه روحانی رحمت الله علیه، موسی روحانی رحمت الله علیه، محقق بزرگ جهان اسلام، در فتح الله بخصائص اسم الله یک کتاب هم نوشته کرده است که اسم اعظم به کلمه الله وجود داره. یک قطعه سراتش بالاست. یک. دوم، بسم الله الرحمن الرحیم که میگه الله دمی ذکر الله وجود داره، نامش نه بسم الله الله. عزیزان میدانی اگر محافظت از دزدی ها، از دزدهایی که وارد منزلت میشه و از تأثیرات شیطان، یعنی دو نوع دشمن، یکی انسی که به خاطر دزد مال خانه تا وارد میشه، دوم دزدی که دوم دشمنی که شیطان است. دزد وارد میشه در خانه، شیطان تأثیرات سرت میکنه. هر کس بسم الله الرحمن الرحیم را بخوانه که چون نام جلاله در اینجا وجود داره، قبل از خوابیدن 21 مرتبه، پیش از اینکه خواب میکنی، شب در منزل میخوابی، پیش از خواب شدن 21 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم را بخوان. از دزدی و تأثیرات شیطان محفوظ و مأمون میمونی. نه شیطان در فامیل تو تأثیرات منفی میکنه، نه دزد انسی در منزلت وارد میشه. یعنی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم سبب مانی وارد شدن دزد انسی و دزد شیطانتی میشه. یک. دوم، از مرگ ناگهانی محفوظ میمانی. این مرگ ناگهانی، مرگ ناجوان مردانه به سرت نمی از برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. دوم، اگر بر سر ظالم که سرتان حمله میکنه، اگر سر ظالم غالب شوی، اگر خواست سر دشمنت غلبه بکنی، اگر خواست که دشمنت شکست بودی، هر وقت که هر گاهی که مظلوم به پیش ظالم برود، در یک منطقه تیر میشی، ظالمه وجود دارد، قطع طریقه وجود دارد، قاتلین وجود دارد، مال تا سرمایه تا موتر تا باسکل تا زرنج تا میگیره، یا این که تو را یک ظالم جلب کرده، یا تو را یک ظالم طلب کرده که باید در ریاست و اداره، 50 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم. هدفم سر اینجاست که اسم اعظم است. در اینجا 50 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم را بخوان، ان شاء الله خداوند از شر ظالم تو را نگاه میکنه. در مسند امام احمد نوشته است هیچ عالم، هیچ کسی از شکم خود چیزی نمیگه، ولیکن افسوس به است که تو خدا ناباور هستی، قلب تو پاک نیست، سیقل زده نشده، این ذکر الله را نمیفهمی، برکت نام الله را نمیفهمی، باز کامنت های منفی می نویسی.
50 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم را بخوان، در ریاست و اداره و سرک و کوچه و منطقه ظالم عبور کو تیر شو. خداوند تو را از شر همون ظالم محفوظ و مأمون می دارد و در امان، در امنیت از برکت امی بسم الله و امی نام جلالش در امان تو را نگاه میکنه و بر بالای همان ظالم خداوند تو را غالب میگرداند، خداوند تو را قوی میگرداند، خداوند تو را کامیاب میگرداند. این از برکت بسم الله الرحمن الرحیم است. مثال دیگرش حضرت رابعه بصری یکی از جمله خانم های عارفه متقیه محجبه در تاریخ تیر شدگی است. شبها در تهجد به یاد خدا، به ملاقات مناجات الله مصروف بود. روز خسته شد، 1 ساعت و لحظات خواب کرد. خواب که کرد دزدی در خانش وارد شد، وسایل حضرت رابعه را گرفت، میخواست براید. 4 اطرافش قلعه شد، دروازه اتاق بند شد، چادر را گذاشت، پس دروازه باز میشد. باز صدا و هاتف غیبی آواز آمد اگر حبیب من خواب است و سلطان یقظان، پادشاه بیدار است. باز کسی پرسان کرد که چی بود؟ گفت از برکت بسم الله الرحمن الرحیم 4 اطراف قلعه شد، دزدی وارد شده نتانست. ذکر نام الله سبب ممانعت از ربودن مالت از طریق دزدان میشه، مالت محفوظ میمانه. بناهن یک دیگه مثالش علامه سربازی نوشته کرده، میگه یک بزرگواری در مسیر دشت تیر میشد، در چشمش یک رمه گوسفندان خورد و میچرید. نزدیک گوسفندا رفت که هیچ صاحبش وجود ندارد، گرگان به 4 اطراف گوسفندان میچره. گوشه و کنار جستجو کردم، دیدم که یک کسی نماز میخوانه. رفتم بعد از ختم نمازش سوال کردم که او چوپان، این گرگان و این گوسفندان با هم نمیخورن، گرگ درنده گوسفند را نمیدرد، چی است؟ گفت هر وقتی که من گوسفند به دشت اعلام میکنم میگم بسم الله الله، از برکت بسم الله و ذکر نام الله هست، گرگان تسلیم میشود، گوسفندان را نمیخورد. بنان ذکر الله را نامش زیاد بکنین.